آیا مهاجمان موفق شدند دستگاه‌های شبکه را آلوده کنند؟ چگونه به آن دسترسی پیدا کردند؟ چگونه دسترسیشان را حفظ کردند؟ چگونه بدون شناسایی باقی ماندند؟ آیا اگر بخواهیم می توانیم این ایمپلنت ها را شناسایی کنیم؟ چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ و چگونه می توانیم در برابر این نوع حمله پیشرفته دفاع کنیم؟ به مروری بر اخبار نست، قسمت 5 خوش آمدید، بسته های جادویی و درهای پشتی غیرفعال. یکی از جالبترین تکنیک هایی که مهاجمان برای حفظ دسترسی پایدار به یک شبکه هدف استفاده می کنند، بدافزاری است که راهی به درون شبکه فراهم می کند و منتظر ترکیب یا کلید خاصی می ماند تا دسترسی را فعال کند. اون راه ورود به شبکه، معمولاً در پشتی غیرفعال، Passive Backdoor نامیده میشه و اون کلید خاص بسته جادویی Magic Packet خوانده میشه. تصور کنید 15 سال پیش است و بسیاری از شرکت‌های متوسط و بزرگ هنوز سیستم تلفن خصوصی خود را دارند. آنها را پوبس یا سانترال خصوصی مینامیدند. حالا فرض کنید مهاجمی میخواد دسترسی گسترده‌تری به شبکه تلفنی یک شرکت متوسط پیدا کند و پس از تحقیقات اولیه متوجه شده که سانترال از طریق تبدیل سریال به USB به یک لپتاپ ادمین متصل است. او یک مدار ساده یا میکروکنترلر آماده کرده و آن را به تلفنخانه راهرو یا کارت خطوط داخل واحد پبک متصل کرده است تا تماس‌های ورودی را زیر نظر بگیرد. وقتی شمارهایی خاص که در فهرست نیست اما عمومی است را میگیرد و سپس توالی اعداد و کلیدها مثلا 1 2 3 4 را وارد می‌کند، رله در مدار مهاجم او را به مسیر نگهداری پبک متصل می‌کند و به تمام اطلاعات تماس عبوری دسترسی پیدا می‌کند. یا بهتر از آن میکروکنترلر منتظر فرمانهای تلفنی خاص مانند برای ورود به حالت میماند و اگر کلیدها یا کاراکترهای وارد شده با انتظارش مطابقت داشته باشد، رل‌هایی را فعال می‌کند که این مسیر را به پورت سریال نگهداری پکت متصل می‌سازد. اگر همون لپتاپ به شبکه داخلی هم متصل باشد، مهاجم روش پایداری برای بازگشت به شبکه سازمان از بیرون ایجاد کرده، فقط با شماره‌گیری یک خط تلفن و وارد کردن توالی کلیدهای معینی. حالا برگردیم به امروز. به جای سانترال ها، سازمان های متوسط و بزرگ اکنون دستگاه های شبکه‌ای را در لبه شبکهشان، یعنی مرز بین شبکه داخلی و اینترنت، استقرار می دهند. این دستگاه ها می توانند فایروال، روتر، ابزارهای امنیت ایمیل یا حتی دروازه های وبن و دسترسی از راه دور باشند. از اونجا که این دستگاه ها از اینترنت در دست رساند، هر کسی در هر نقطه جهان می تواند سعی کند به آنها وصل شود. اما معمولاً تنها کسانی که دسترسی صحیح دارند موفق می‌شوند. حال تصور کنید برخی از این دستگاه‌ها به طور منظم وصله نمی‌شوند و هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها پس از انتشار وصله آسیب‌پذیر باقی می‌مانند. یا فرض کنید آسیب‌پذیری‌های جدیدی در آنها کشف می‌شود که مهاجم با استفاده از آنها دسترسی به دستگاه را به دست می‌آورد. مهاجم چه می‌کند؟ چه می‌خواهد؟ یکی از اهداف اولیه مهاجم، اغلب شناسایی، روش‌هایی برای حفظ دسترسی مجدد به آن شبکه است. اما چطور می‌توان از همان آسیب‌پذیری برای ورود استفاده کرد؟ بله، این ممکن است کار کند، ولی تنها تا زمانی که وصله شود. بنابراین مهاجم می‌تواند یک درپشتی، راهی برای بازگشت وقتی نیاز دارد، ایجاد کند. تصور کنید درپشتی‌هایی که از اینترنت قابل دسترسی باشد. عالی نیست؟ اما چگونه میتوان چنین درپشتی‌هایی را مخفی کرد؟ اگر درپشتی روی یک وب سرور باشد و قوانین فایروال درست تنظیم شده باشند، فقط ترافیک هات یا هات مجاز است. یا برای یک دروازه امنیت ایمیل فقط سمت عبور می‌کند. ترافیک به دستگاه‌های وب محدود به تولز و ایک است، برای دستگاه‌های مدیریت شده توسط ارائه دهنده چش و پس مهاجم به سادگی نمی‌تواند از اینترنت به دستگاه‌ها برسد. پس چه کار می‌تواند بکند؟ آیا معادلی برای شماره‌گیری یک شماره ناشناس و وارد کردن کاراکترهای خاص و ورود از یک درپشتی وجود دارد؟ از اواخر دهه 1990 مدافعان و پاسخ‌دهندگان به حادثه موارد دقیقی از چنین کاری را روی سیستم‌های یونیکس و بعدها لینوکس و حتی تجهیزات شبکه مانند روترهای سیسکو با یاوز و روترهای جونیپر با جانوس نوعی فریبیاسدی مشاهده کردند. نمونه‌های اولیه این نوع بدافزار از تکنیکی به نام ضربان درگاه، پورت نکینگ استفاده می‌کردند، جایی که ایمپلنت بدافزار منتظر توالی خاصی از دسترسی به پورت‌ها بود تا دسترسی را بدهد.
این نیاز داشت که دستگاه هدف از اینترنت روی این پورت‌ها قابل دسترسی باشه یا مهاجم به دستگاه‌های بالادستی هم دسترسی داشته باشه. وقتی قوانین فایروال محدود کننده رایج شد، روش‌های مهاجم هم تکامل یافتند. مثلا یک در پشتی به دنبال فلگ‌های خاص در هدر تک می‌گشت، دیگری پیلاد مشخصی در بسته‌های تیپ (Red رو بررسی می‌کرد و دیگری توالی خاصی از هدرها را پشت سر هم نگاه می‌کرد. این بسته‌ها جمعاً بسته‌های جادویی نامیده می‌شوند. فلگ‌های تنظیم شده در هدرشان یا پیلاد خاصی که حمل می‌کنند، کلیدی است که دسترسی را به مهاجم می‌دهد، اغلب به شکلی که کشف یا پاسخدهی برای مدافع دشوار باشه. می توانید برای فهرستی از اینترنت‌هایی که در 20 سال گذشته از این روش استفاده کردند، در گوگل جستجو کنید، ماجیک پاکت یا از گپ بپرسید. حالا بخش جالب‌تر، اگر کاربر خانگی هستید چه می توانید بکنید؟ اگر مدافع در یک تیم امنیتی هستید چه کار؟ اگر سسا هستید چه باید کرد؟ اگر درباره تجهیزات شبکه اینترنتی خود نگرانید، در سال 2012 من پستی در بلاگ سیسکو نوشتم که چطور تحلیل آفلاین انجام دهید تا اطمینان یابید ایمیج یا روتر شما بدون تغییر است. در آن پست توضیح دادم چگونه کور دامپ از روتر بگیرید، آن را برای تحلیل آفلاین صادر کنید، سپس تابع هش رمزنگاری روی بخش متن کور فایل اجرا کنید و با هش یک کور دامپ از روتر سالم مقایسه کنید. چرا بخش متن؟ چون معمولاً ریدن لیست و حاوی دستورات اجرایی است که نباید با ایمیج رسمی تفاوت داشته باشد. آیا این روش بی‌نقص است؟ نه، فرایند دامپ می‌تواند دستکاری شود، ولی حمل‌های پیشرفته‌تر می‌طلبد. امروز می‌توانید از ابزارهایی استفاده کنید که از ریشه اعتماد سخت‌افزاری پلتفرم بهره می‌برند. اگر کاربر خانگی هستید و نگران یک روتر خانگی هستید، باید خطر را در زمینه بزرگتر ببینید. روترهای خانگی می توانند به بخشی از شبکه جعبه رله عملیاتی بارب تبدیل شوند که لایه‌ای از انتزاع برای مهاجمان فراهم می کند. در این سناریو، گروهی روترهای خانگی را هک می کنند و آن را به سرویس قابل اطمینانی برای سایر مهاجمان تبدیل می کنند. گروه دوم دسترسی را می خرد تا حمله تخصصی تری انجام دهد. نتیجه این است که یک مهاجم می تواند منبع حمله را پنهان کند و به آدرس‌های مسکونی نسبت دهد. برای جلوگیری از تبدیل روتر خانگیتان به گرهایی از این شبکه اورب، کوتاه‌ترین پاسخ این است که ممکن است به ارائه دهنده اینترنت خود متکی شوید، چون بررسی آلودگی دستگاه‌های ارائه دهنده معمولاً برای کاربران خانگی مقدور نیست. با این حال شما می توانید یک فایروال کوچک بین روتر اسب و شبکه خانگی خود مستقر کنید تا جداسازی ایجاد کند و از دستگاه‌های خانگیتان حفاظت کند. یوبیکویتی، نتیگیت و سوفوس چند شرکت ارائه دهنده فایروال خانگی هستند. اما گزینه‌های دیگری هم هست. اگر علاقه‌مندید از گپ بخواهید معیارهایی برای انتخاب مناسب‌ترین دستگاه با نیازهایتان فهرست کند و یک نمای کلی از کارهایی که باید برای نگهداری این دستگاه‌ها انجام دهید، چون اگر به موقع پچ نکنید یا قوانین فایروال و لاگ‌ها را بررسی نکنید، ممکن است حمله‌ای را از دست بدهید یا بدتر، خود فایروال به آسیب‌پذیری تبدیل شود. منابع ویدیویی زیادی آنلاین هستند که شما را در این مسیر یاری می‌کنند. اگر پاسخ‌دهنده به حادثه هستید و مأمور شده‌اید بررسی کنید آیا روترها یا فایروال‌های سازمانتان آلوده شده‌اند یا نه، می‌توانید با تهیه یک طرح شروع کنید. ابتدا فهرستی از دارایی‌های سخت‌افزاری تهیه کنید، سپس آنهایی را که نگرانید بر اساس معیارهای عینی شناسایی کنید و فهرستی از فروشندگانشان مانند سیسکو، جونیپر، فورتینت، ایوانتی، باراکودا و 5 و نسخه‌های اوس آنها بسازید. بعد بفهمید آیا نسخه‌های آسیب‌پذیر اجرا می‌شوند و مهاجم با کدام آسیب‌پذیری می‌توانست دستگاه را آلوده کند. بررسی کنید آیا فروشنده ابزار بررسی یک پارچگی ارائه می‌دهد و آن را به عنوان معیار پایه اجرا کنید. اگر اسکن نتیجه‌ای داشت، نقطه شروع خوبی دارید تا با تیم پشتیبانی فروشنده تماس بگیرید. اگر خودتون می‌خواهید وارد عمل شوید، پست من در بلاگ سیسکو را برداشته و سعی کنید منطق آن را به دستگاهتون تطبیق دهید. استاندارد طلایی، اما استفاده از مدل جتگ یا ورد برای دسترسی به حافظه خام روتر یا فایروال است و عبور از لایه اوس. مثال‌های متعددی آنلاین هستند که شروع کار را نشان می‌دهند. اگر سسا هستید، به دفاع لایه‌هایتان نگاه کنید. از منظر منابع انسانی، آیا تیم امنیتی شما مهارت لازم برای این نوع تحلیل را دارد؟
اگر ندارد، آیا می توانید افراد علاقه‌مند به یادگیری این مهارت‌ها را شناسایی کنید؟ سرمایه‌گذاری هوشمندانه در آموزش و ابزارها می تواند شما را از همتایانتان متمایز کند. از نظر فنی، آیا مخزن مرکزی برای تمام کانفیگ‌های روتر و فایروال دارید و آیا تغییرات روی آنها را لاگ و هشدار می دهید؟ یعنی اگر مهاجم دستگاه شبکه را دستکاری کند، ایمیج را تغییر دهد یا سطح سنجی را غیرفعال کند، آیا قادر به شناسایی این تغییرات هستید؟ علاوه بر این، آیا زیرساخت تب خارج از باند لایه‌ای برای نظارت بر ترافیک ورودی و خروجی دارایی‌های حیاتی دارید؟ اگر ندارید، ممکن است بررسی هزینه پیاده‌سازی جگمان یا کیزای ایده خوبی باشد. بسته به بودجه، شاید ابتدا با پورت‌های سپن یا میرور روی سوئیچ‌ها شروع کنید تا دید اولیه‌هایی به دست آورید. اما چند نکته مهم برای سپن: ظرفیت مقصد باید کافی باشد تا فریم‌ها از دست نروند و سوئیچ‌ها باید سپن پایدار برای روزها یا ماه‌ها پشتیبانی کنند، نه فقط چند ساعت برای ایبیابی، چون ممکن است بعد از مدتی دچار مشکل شوند. همچنین تعداد سشن‌های سپن محدود است و این منبعی است که تیم شبکه نیز ممکن است به آن نیاز داشته باشد. اگر می‌خواهید از سپن برای مانیتورینگ امنیتی استفاده کنید، باید بخشی از ظرفیت را برای ایبیابی همکاران در تیم شبکه باقی بگذارید. البته یک قدم مهم بعد از میرور کردن ترافیک با سپن یا تب، ذخیره و تحلیل آن است. نیازمندی‌های ذخیره‌سازی بستگی به مدت نگهداری تاریخی دارد و هزینه بالا می‌رود. برای تحلیل به سراغ فروشندگانی مانند کورلایت، نوم، آرمز بروید یا در فضای متنباز با ایگ، آرکایم و سرکر شروع کنید، بسته به نیازتان. همانطور که همیشه با چند فروشنده ملاقات کنید، پیشنهادشان را درک کنید و بفهمید کدام برای سازمان شما مناسب است. سپس بهترین کار اجرای Proof of Concept است تا هم نوع بینش و هشدارهای محصول را ببینید و هم درک کنید تیمتون توانایی استفاده از ابزار را دارد یا نیاز به توسعه مهارت یا منابع داخلی بیشتر دارید. همین بود قسمت 5. من وفاداری و ایزادینیا هستم. امیدوارم از این قسمت به اندازهایی که من از تهیه‌هاش لذت برده باشید. نست رادیو ابتکاری است که با صدای تولید شده توسط هوش مصنوعی، داستان‌ها و بحث‌های امنیت سایبری را به زبان‌های مختلف برای شنوندگان ارائه می‌کند. اگر پیشنهاد موضوع یا سوال خاصی دارید، به nestradio.net پیام بگذارید. اگر از این محتوا خوشتان آمد، دوستانتان را هم در جریان بگذارید. و همیشه کنجکاو بمانید.